السلام علیکم بینندگان گرامی. ما امروز در بازار گرونج قرار داریم. خیلی که میدونید در اینجا من فعالیت دارم و امروز در فیسبوک یک مثال خیلی عجیب رو به چشم من خورد. ان شاء الله میخوام حل آن رو به شما پیشکش کنم. حتما تا آخر با ما باشید. حاضر من به شما حل آن رو نشان میدم. رفتیم. اینک بینندگان گرامی، مثال را شما در اکران خود دیده ایستاده. برای حل کردن این مثال ما کمتر تبدیل دهی را میگذرانیم. نگاه کنید. ریشه درجه 5 از 3 در نشان دهنده x جمع ریشه نشان دهنده اش 10 از 3 در نشان دهنده x طرح 10 برابری 84 است. برای این ما خاصیت های ریشه استفاده برده مثال را به این طریق می نویسیم. ریشه نشان دهنده اش 10 3 کوادرات در نشان دهنده x موافق خاصیت ریشه 2 و 10 باز اختصار شده همان 5 را می دهد و دوام مثال را چخیلی که هست می نویسیم. فقط که عدد آزاد را به طرف دیگری معادله می گذرانیم، یعنی مینوس 84 برابری 0 می شود. اینک شما فکر میکنم که مقصد ما را فهمیدید. ما اعضای یکم معادله را به این طریق می نویسیم، یعنی ریشه نشان دهنده اش 10 3 در نشان دهنده x در کوادرات و این از خاصیت درجه برمی آید پلوس و انا این حالت را نیز موافق خاصیتی a نشان دهندش x طرح b برابری a نشان دهندش x تقسیمی a نشان دهندش b می نویسیم. آنگاه چی می شود؟ ما داریم ریشه نشان دهندش 10 3 نشان دهندش x تقسیم ریشه نشان دهندش 10 3 نشان دهندش 10 طرح 84 برابری 0. انا اکنون من این اعضای یخیله را که تغییر یابنده را پورا در بر میگیرد، یعنی نشان دهنده x را ما گزارش میکنیم. اگر با یگان حرف t مثلا انا همین اعضا را ریشه نشان دهنده 10 3 در نشان دهنده x را گزارش کنیم، می شود t کوادرات جمع t تقسیم 3 طرح 84 برابری 0. اینک ساده میکنیم و معادله کوادراتی حاصل شد. 3t کوادرات جمع t طرح 252 برابری 0. اگر دیسکریمینانت را یابیم، دیسکریمینانت ما 3025 یا اینکه 55 کوادرات می شود. اینک ریشه های آن را یابیم. t یگاما می شود مینوس 56 تقسیم 6 یا اینکه مینوس 23 تقسیم 3 و t دوما می شود 54 تقسیم 6 یا اینکه 9. ریشه یکم رو نمیگیریم چون که این ifade نشان دهندگی است و ifade نشان دهندگی همیشه مثبت است. پس ریشه دوم رو میگیریم و حل میکنیم. آنگاه ما چی داریم؟ نگاه کنید. ریشه نشان دهندش 10 3 در نشان دهنده x برابری 9 یا اینکه 3 نشان دهندش x تقسیم 10 ریشه را اگر به نمودی نشان دهنده نویسیم برابری 9 را ما می نویسیم 3 کوادرات. پس از اینجا x تقسیم 10 برابری 2 و از اینجا x را می یابیم x برابری 20. جواب ما چند بوده است؟ جواب x برابری 20 است. بینندگان گرامی، من فکر میکنم که این مثال خیلی به شما پسند آمد. اگر پسند آمده باشد به کانال ما ابونه شدن و گذاشتن لایک و کامنتاری کردن رو فراموش نسازید. با ما باشید تا مثال های دیگر. پناه به خدا.